بلند شو. همین الان. نه فردا، نه وقتی حالت بهتر شد. بلند شو، چون اگه منتظر انگیزه بمونی، هیچ وقت حرکت نمی کنی. ببین کجایی. قبول کن خسته‌ای، ناامیدی، شاید حتی شک داری. اشکالی نداره. اشکال اینه که همونجا بمونی. بهانه ها رو ول کن. شرایط هیچ وقت کامل نمیشن. آدم‌های موفق منتظر شرایط نماندن. حرکت کردن و شرایط رو ساختن. بلند شو و یک قدم بردار. نه 10 قدم، نه 100 قدم. فقط یک قدم. همین یک قدم تو رو از 90% آدم‌ها جلو میاندازه. چون بیشتر آدما حتی شروع هم نمی‌کنن. قراره بترسی. قراره شک کنی. قراره بعضی روزها هیچ نتیجه‌ای نبینی. ولی بدونه. نتیجه ها همیشه دیرتر از تلاش میان. به خودت یادآوری کن چرا شروع کردی. نه برای تایید بقیه. نه برای خوشحال کردن کسی. برای اینکه نمیخواستی یک عمر حسرت بخوری. بلند شو وقتی کسی تشویقت نمیکنه. حرکت کن وقتی کسی باورت نداره. اونجاست که ساخته میشی. نظم داشته باش، نه فقط انگیزه. انگیزه میره. اما نظم میمونه و پول میسازه. هر روز حتی کمی. ولی هر روز. درد امروزت بیدلیل نیست. این درد داره تو رو آماده میکنه. برای جایی که قراره برسی. اگه الان سخته. یعنی داری رشد میکنی. بلند شو و ادامه بده. حتی وقتی دیده نمیشی. حتی وقتی صدایی نیست. نتایجت بالاخره حرف میزنن. یادت باشه. یا الان سخت تلاش میکنی. یا بعداً سخت زندگی میکنی. انتخاب با خودته. پس بلند شو. حرکت کن. و ثابت کن که تسلیم. جزء گزینه‌هات نیست. اگه این حرفا بهت قدرت داد. این ویدیو رو لایک کن. و برای ویدیوهای انگیزشی بیشتر. کانال رو سابسکرایب کن.